خیلی جالبه. تو کشوری داریم زندگی میکنیم که رهبرمون از گرونیا ناراضیه. رئیس جمهور کشورمون از گرونیا ناراضیه. توی صحن علنی مجلس نماینده ها انقدر داد زدن گلوشون رو جر دادن. چرا؟ چون از گرونیا ناراضی هن. میگم مسئولین عزیز یه پیشنهادی براتون دارم. میگم چطوره بریزید تو خیابون علیه مردم ایران تظاهرات کنید، مردم رو از ایران بیرون کنید، شاید مشکل کشور حل شد. شاید تمام مشکل کشور همین مردمه. دیگه نمیدونم باید چی بگم. به خدا دیگه شورشو در آوردید. اگه حرفی بزنیم ما میشیم سیاسی. بابا مردم دارن خفه میشن. بابا پدرها دارن زیر بار قسط و بدهکاری خفه میشن. چرا باور نمی کنید؟ آمار اعتیاد تو محلات رو دیدید؟ از هر 10 تا جوون 9 تا مصرف کننده است. از هر 10 تا پدر 8 تا 9 تا مصرف کننده است. بابا ما روی گنج خوابیدیم، روی آب و برق و گاز. مگه میشه کشوری مثل ایران روزی 2 ساعت 3 ساعت برقش مثل دوره قاجار قطع بشه؟ نکنید. مردم دارن خفه میشن، مردم همه گرفتارن. آقا نکن داداش من، مسئول من، برادر من، نکن.